خب بریم بررسی کنیم تصادف دست جمعی این همه موتور اتفاقیه؟ نه، بریم دلیلش رو بهتون بگم. اینجا یه پیست فوق العاده خطرناک تو پرتغاله که بعد از پیچ های کور و خیلی تون یه سرشیبی خیلی زیادم داره که فشار زیادی روی لاستیک جلو میاره. بعد از 2-3 دور که رایدرها پیست رو تموم میکنن، چون همشون از یه نقطه گذر میکنن و دقیقاً بعد از این پیچ ها فشار زیادی توی سرپایینی به لاستیک جلو میاد، یه سایش خیلی زیادی رو روی لاینی که حرکت میکنن ایجاد میکنه، مخصوصا اگه هوا سرد باشه که دقیقاً اون روز هوا خیلی سرد بوده. دو دوری که رد میشن و لاستیکاشون دقیقاً تو اون نقطه سایش پیدا میکنه، باعث لیز شدن آسفالت تو اون نقطه میشه و همشون توی اون نقطه سر میخورن. حالا اگر یه رایدری از اون نقطه رد نمیشد و از یه لاین دیگه توی اون مسیر پیچ رد میشد، این اتفاق نمیافتاد، چسبندگیش حفظ میشد. ولی میبینید که بیشترشون از دقیقاً همون لاینی که همیشه رد میشن و لاین اصلیشونه رد میشن و اونجا لیز شدن آسفالت اتفاق افتاده، صیقلی شده و زمین میخورن. چند تا رایدر ولی رد میکنن. این تصادف دست جمعی باعث شد که جنس لاستیک جلو رو بعداً توی این پیست عوض کنن و همه مجبور شدن لاستیک با چسبندگی بیشتری استفاده کنن که دیگه این اتفاق نیفته. ولی خب خبر خوبم اینه که خدا رو شکر هیچ راننده ای اتفاق خاصی براش نیفتاد، مصدوم نشد و همه اوکی بودن و هیچ اتفاقی نیفتاد. اینم خبر خوبش بود. ولی میگه بالای 10 تا راننده توی پیچ توی لحظه زمین بخورن خیلی چیز عجیبیه. اینا از بررسی این صحنه خیلی باحال.